یه روز خدا دعاها رو چک می‌کرد، میشنیدشون و به اونا فکر می‌کرد. یکی از آمریکا، یکی از ژاپن، یکی از آنگولا، یکی از گابون. هر کسی یک چیزی می‌خواست از خدا. یکی شوهر می‌خواست، یکی هم شفا. یکی می‌خواست ردیف و پولدار بشه، یکی می‌خواست صاحب اسکار بشه. یکی مریض بود و می‌خواست نمیره، یکی می‌خواست مرگ رو بغل بگیره. خدا دیدش این آدمای خاکی یا که ازش طلبکارن یا شاکی، اینا که هر کدوم توی فازیان، کل عمر از زندگی ناراضیان. اما یکی از دعاها عجیب بود. صاحب اون یک آدم غریب بود. غریب که نه، یه آدم ایرونی، از اونایی که حالشو میدونی. دعا میکرد با دست روی شسته: خدا جونم خیلی کارت درست. شما دیگه به حال ما فکر نکن. دعای ایرونیا رو چک نکن. وضع ما خوبه، مشکلی نیست. سرپوشی ما قصه تو هیچ دلی نیست. اینجا بهشته. وضع ما عالیه. جای ملائکه فقط خالیه. خدای مهربون که چاره میساخت گفت به همه این به ما تیکه انداخت. ماهو نشون گرفت و سایه‌شو زد. یه ایرونی به ما کنایه‌شو زد. اون روز خدا دیگه دعایی نشنفت. ایرونی رو صدا زد و بهش گفت: کشورتون که کشور خوبیه، مملکت باحال و مرغوبیه. تو خاکتون دریای نفت که دارید، انقلاب 57 که دارید. این دیگه ناشکریه که مینالید. باید به سرزمینتون ببالید. ایرونی حرف خدا رو شنید. از دو سه جا برق سفازش پرید. گفت به خدا یه حرفی تو گلومه. بذار اونم بگم دیگه تمومه. با این همه لطف شما جالبه. کشور ما شعب ابی طالبه.